سلام به همگی، محمد علی سعیدی هستم، دبیر زبان مجموعه مسیر. یکی از مباحثی که توی زبان 11 خیلی از بچه‌ها باهاش درگیرن و باهاش مشکل دارن مبحثی است به نام present perfect. یکی از تنس‌های مهم گرامر که اکثر بچه‌ها به مشکل میفتن. خب ما توی این ویدیو میخوایم بپردازیم به present perfect و اینکه چگونه صرفش کنیم، مثال ازش بزنیم، ساختارش به چه صورته. present perfect به طور ساده تنس present perfect واسه اکتیویتی های اتفاق میفته که قبلا اتفاق افتادن اما هنوز ما اثری ازشون داریم میبینیم، یک ریزالتی هنوز برای ما دارن. این چارت زمانی رو اینجا ببینید: future، present and past. پس اکتیویتی هایی که قبلا اتفاق افتادن و هنوز ما یک ریزالتی ازشون داریم میبینیم. بریم ببینیم چجوری ساختارش به چه صورته، چجوری صرف میشه. Okay, here we have the structure subject plus have and has plus past participle form of the verb. سابجکت همون چیا بودن؟ ضمایرمون I, you, he, she, it, we, you and they. have and has. خب بیشتر ضمایرمون have میگیرن، اما ضمایر third personمون he, she و it هر سه has. به این صورت I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have and they have. بریم که example بنویسیم. I plus have گفتیم plus past participle of verb. past participle یعنی verb 3، حالت سوم یک فعل. حالت سوم یعنی چی؟ ما میگفتیم see، saw و past participle یا به اصطلاح PP seen. see, saw, seen. Got it? So I have seen. بریم یه مثال دیگه بزنیم. go حالت اول one، went حالت دوممون و gone حالت سوم she has gone. she has gone. مثال خود پاورپوینتمون I is our subject، have plus finished past participle of the verb finish and my homework is object. my homework is our object. خب اوکی، اینجا ما uses های present perfect رو داریم. uses of present perfect یعنی استفاده هاش. چه استفاده هایی میشه از tense present perfect؟ حال کامل. experiences تجربیات unfinished time period بازه های زمانی که تموم نشده، بازه های پایان نیافته و recent action with result. یه اکشن میگه به تازگی انجامش دادیم، اخیراً انجامش دادیم و ریزالتش همچنان هستش. بریم یه مثال دیگه بزنیم. I have broken حالت سوم break. I have broken my hand. توی اون چارت زمانیمون دست من قبلا شکسته ولی هنوز دست من شکسته است. I have broken my hand. Okay, look at these examples here. She has visited London.
بریم مشخص کنیم. She is our subject. Then we have has. Then verb 3 or PP. And London is object of our sentence. Object. We have lived here for 3 years. For 3 years. For 3 years اینجا time expression ماست. Time مربوط به زمانه که مشخص میکنه که چه تایمی، چه period of تایمی. Okay, next one. They have just arrived. Again, arrived is our verb group 3. Our verb 3. Okay. ساختار افریمتیو و پوزیتیوش رو یاد گرفتیم. به چه صورت حالا نگاتیو میکنیم present perfect رو؟ Look at here. She has not visited London. She has not visited London. Not is the negative maker. و اینجا contraction بازش می نویسیم. She hasn't visited London. She hasn't visited London. Okay. They have just arrived. They have not arrived. They have not arrived. Not is our negative maker. Contractionش بکنیم. They haven't arrived. خب حالا بریم بپردازیم به یک سری از اکتیویتی هایی که کنترل هستن و توی امتحان هم ممکنه شما باش مواجه بشید. کنترل یعنی چی؟ یعنی از شما نمیخواد که یک جمله present perfect بسازید خودتون به تنهایی. یک تمرین کنترل شده است. یک بخشی از تمرین میسینگه و از شما میخواد که اون بخشی که به اصطلاح بلنک هستش و به اصطلاح گپ قرار گرفته برای شما توی اون سوال رو پاسخ بدید. بریم بپردازیم بهشون. خب اکتیویتی نمبر 1. It said Richard blank write a good book. گفتیم به چه صورت؟ اول باید سابجکتمون رو آیدنتیفای بکنیم. ریچارد اسم یک آقای دیگه قاعدتاً، پس یعنی he بعدش باید چی استفاده میکنیم؟ have یا has؟ قاعدتاً has. he Richard has write وربی که خود سوال به ما داده write. حالت سوم write به چه صورت بود؟ write wrote written. حالت سوم فعل، حالت اول دوم سوم هم حتما براتون قرار میدم یا به صورت فایل یا توی ویدیو که حتما داشته باشید. اوکی. Richard has written. Richard has written a good book. Richard has written. Next one. Mary not come today. Not come گفته بهمون یعنی چی؟ یعنی جمله‌مون نگاتیوه. از ما چی میخواد؟ خودش نگاتیو میکر گذاشته، از ما میخواد که پرزنت پرفکتمون رو نگاتیو فرم بکنیم. پس Mary دوباره سابجکتمون رو آیدنتیفای بکنیم. Mary is a girl. یک خانومه، پس she. گفتیم واسه he, she, it third person has. Mary has نگاتیوه. hasn't contraction has not که contractionش میشود hasn't. Mary hasn't came today. Mary hasn't came today. Thank you. Next one. Some people forget the day. Some people. فکر میکنید که سابجکتش چی باشه؟ اون ضمیرمون چی باشه؟ Some people. بعضی از مردم. They have میگرفت یا has؟ have. Some people have. Forget حالت سومش چیه؟ Forget فراموش کردن. حالت اول forget. حالت دوم forgot. حالت سوم forgotten. So, some people have
forgotten. بعد خط شد اینجا می نویسم some people have forgotten. Very good. Next one, he. Again we have he here. He. Have or has, it's a third person. سوم شخص. has. He has drive. حالت سوم drive. driven. متشکرم از همگی بابت توجه. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. tense present perfect.